دوستان عزیز، شما میدونید برای چی این تشت پر زغال رو گذاشتم توی طبیله؟ بخاطر اینکه دوستان سردشون نشه، خیلی سردشون میشه. مخصوصا 2 دونه بز دارم من عزیزان که نقدش نمید مولی ندارم. حالا اینا میبینید من دارم حرف میزنم میترسم. ببینید حالا اینا هیچ وحشی نیست. یه از این بز حالا ببینید دوستان، این میترسه سردش بچه. دوستان اینکه فشار مالی زیاد داشتم، حالا کلیپ های قبلی من رو دیده بودید. من حالتش از زور فشار مالی مجبور شدم بهرهای 35 کیلویی ما چند تایی داشتم فشار دلون بود، مجبور بودم. حالا یه ماه مونده به عید که من چی کنم؟ خب اینم خواست زمستونی ها 1-2 ماه دوستتون دارم، خواهش میکنم هستم. سال پزشکی نیستم ولی تجربه زیادی تو دامپروری دام بیشترم تو راه و رسم سنتی البته، نه مثلا پدرشون نمیدونم. من در حد مثلا من سنت داروها رو به حدی میشناسم، اینا میتونم راهنمایی کنم. حالا بیماری هم که بسته به نوعش میتونم براتون. دوستتون دارم، خداحافظ.